فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد غدیر خم سوال کردن که آیا غدیر خم وجود داشته و چه اتفاقی افتاد اونجا؟ بله، غدیر خم یک آبگیری هست در وسط راه مکه و مدینه طالابی بوده در اون زمان که به اسم یک شخصی به نام خم که نام یک شخص بوده در واقع منسوب هست. غدیر خم در تاریخ اسلام در واقع در اینجا یک اتفاقی افتاده و این اتفاق رو شیعه و سنی نقل کردند و یک اتفاق صحیح و واقعی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که حجة الوداع رو انجام دادند برگشتند از مکه اومدند به مدینه در تاریخ 18 ماه ذوالحجه، یعنی 5 روز بعد از ایام حج به اینجا رسیدند و در اینجا مردم را که وقت ظهر شده بود مردم جمع شده بودند اومدن در اینجا و به خاطر یک سری اختلافاتی که در میان حضرت علی و برخی از زیردستانش در واقع اتفاق افتاده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا اعلام کرد که هر کسی که مرا دوست دارد باید علی را دوست داشته باشد، زیرا که بریده یا برخی از افراد دیگری که زیردست حضرت علی بودند در سفر یمن که بودند ناراحت بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونها پرسید که آیا شما بدتون میاد از علی؟ گفتن بله، ما از علی ناراحت هستیم و بدمون میاد. رسول الله فرمودند که من کنت مولاه فهذا علی مولا، هر کسی که من مولایش هستم، من دوستش هستم، هر کسی که با من دوستی دارد باید با حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم دوستی داشته باشد. اصل این جریان صحیح هست و در روایت اهل سنت اومده، در صحیح مسلم اومده که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند به مهربانی و ادای حق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اذکرکم الله فی اهلی، تا 3 مرتبه این جمله رو تکرار کردند. منتها این جمله من کنت مولا و علی مولا این در روایات دیگر اومده، در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نیومده، در سنن اومده و این قسمت هم صحیح هست که رسول الله فرمودند من کنت مولا فعلی مولا. و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستند که این محبت علی را و دوستی علی را در کنار محبت و دوستی خودش در واقع قرین بکنند. هر کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارد قطعا باید اهل بیت ایشان را هم دوست داشته باشه و ما هم بر این عامل هستیم، به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام میگذاریم و حقوقی که دارند برای اونها درود و سلام میفرستیم، جز حقوق اونها است، اونها را به نیکی و خوبی یاد میکنیم و با هیچ یک از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما دشمنی نداریم و اهل سنت و الجماعت دوستی و احترام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جز ایمان خودشون میدانند.